السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. ابن اعظم رحمت الله علیه می فرماید نفس خود را مشغول حق کن وگرنه او تو را به باطل مشغول میکند. الله جل جلاله به ما شما توفیق بدهد که حق را بگوییم و حق پرست باشیم. دیگه برادران خواهران محترم، در این حرف ابن اعظم رحمت الله علیه بسیار چیزها نهفته است، از خاطر که ما شما باید به حق مشغول باشیم وگرنه ما شما به باطل مشغول میشویم. هر جایی که باشین خوش باشین. فی امان الله.